İyi akşamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sıradaki dersimizle devam edeceğiz. سلام دوستان عزیز و کانال من خوش آمدید. اینک درس نوبتی را آغاز میکنیم. خوب در درسی گذشته یعنی در درسی پنجم یک چند مشق را اجرا کرده بودیم که خیلی که شما نیز در یاد دارید. خوب در این درس دوام میدیم. خوب در اینجا konuşma بود. در اینجا adımızın harflerini söyleyelim ve yazalım. Yani harfهای نام را بگویم و بنویسیم. یک مشق بود. خوب این را میگذاریم. خوب اگر خواهید اینها را پر کنیم، اینجا حرف ها داده است، ما این کلمه رو باید تمام کنیم که این تخته است، کتاب ها است و دفتر است. در اینجا کلمه ها رو ارالش داده است. خب اینها رو تمام کنیم اول دوستان. خب قلمم رو میگیرم. اینک در اینجا ا ت ه ت ا یعنی این تخته است، تخته صنف خود ما میگیم تخته. با ترکی نیست تخته معنا دارد. تخته تخته. خب بعد از آن پیکات yazmış. پیکات اینها کتاب ها هستند، یعنی کتاب، kitap میگن با زبان ترکی. kitap yani kitap. kitap. این باشد دفتر است. با ترکی دفتر yani دفتر. دفتر. خب اینجا باشد سمکه است. سمکه زنانه و سمکه مردانه فرق ندارد. این رو با زبان ترکی yani نچت yazmış. ما چی می‌نویسیم؟ çanta tabii ki. çanta. çanta. خب اینجا کامپیوتر است. با زبان ترکی باشد کامپیوتر. bilgisayar. bilgi yani information yani informasiya. sayar yani sayyara. Yani dünyayı bu Türkçe her kelime tercüme کنیم dünyayı informasyonu میگن. خب bilgi sayar. bilgisayar. خب در اینجا ما 5 کلمه یاد گرفتیم. کلمه یکم چی بوده است؟ تحت. kitap. defter yani defter. çanta yani sumka و sumka. بله. کامپیوتر با ترکی باشد bilgisayar. خب دوام میدیم. خب اینجا قسم dinleme هست. خیلی که به شما نیز معلوم است. dinleme در بالا قید کرده بودم یعنی گوش کردن. در اینجا یک باید CD باشد. ما اینها رو باید گوش کنیم از سبب که CD نیست. من میگویم شما بنویسید. من ننویسم اینها رو. خب کلمه یکم araba. حرف عقد. حرف های اولینش رو داده است در همه کلمه ها. من میگم شما نویسید araba yani ماشین. کودک bebek. جدول. خب سمکه رو در بالا گفته بودیم یعنی چه قطعی سر میشد. چی گفتیم؟ çanta. خب بحر با ترکی یعنی deniz. سب باشد با زبان ترکی elma. شو این باشد در زبان خودمان در تاجیکستان این یک نوع میوه بگیم. کاماس یعنی فندق میگن این را. فندق. چهارمغز نیست این دیگر نمونده است. فندق یعنی با زبان ترکی. خب چشم باشد با ترکی göz. این باشد یعنی ایدنه فندق. فندق. خب قالین یعنی گلم با زبان ترکی باشد halı. این چی است؟ به مثل کرم است که در تاجیکستان هست نیست ندونم. این رو لحن بخشش. این چی بود؟ این من نیست فراموش کردم.
خوب این رو در آخر باز در یادم ما بنویسم. خوب گاو باشد، اینک اینها باشد تنگه ها هستن. اینها رو ژتون میگن. یعنی وقتی که شما اگر یکم بار به یگان شهر بروین یا به کجا برین، شما وقت برای یک وقت معین اینها رو میگیرین. مثال در اینجا برای چیز میگن آب هست، برای تراموای و مترو هنگام ایستادن شما به شما ژتون لازم است. ژتون رو باید بگیره. خب اینا ژتون هستن. خب این باشد köpek، سگ با زبان ترکی köpek. خب لیمون، خب این باشد زینه‌پایه است، یعنی مردون. انار باشد با زبان ترکی یعنی نار. اتوبوس با زبان ترکی اتوبوس دو نقطه دارد. این باشد مرغابی، یعنی با زبان ترکی ördek. ماندارین باشد. این ماندارین است، این است پرتقال میگن با اپلسین، یعنی پرتقال. این رادیو است، با زبان ترکی رادیو رو رادیو میگن، رادیو. خب ساعت با خودم، اینا ترکی باشد ساعت، تو تا. زانتیک هست. زانتیک با زبان ترکی شمسیه. خب مرغ با زبان ترکی تاوک. سمالیات باشد با زبان ترکی uçak. خب üzüm. خب کوزه باشد وازو، این انگور هست. خب وازو. خب ستاره با زبان ترکی یلدز. این باشد زرافه است، یعنی زرافه با زبان ترکی با وقت من نمیدونم چیز است. زرافه همین حیوانی که میبینید در رسم این زرافه است. خب دوستان در اینجا خیلی اینها رو هم پر کنم. عربه، bebek, cetvel, çanta, deniz. خب این چی بس؟ این لحنه به فکرم باشد. لحنه میگم به فکرم. لحنه خطا بودنش ممکن است، اما در رقم لحنه موند. خب دوستان در اینجا خیلی کلمه ها یاد گرفتیم. اگر اینها رو از یاد کنید شما 1 4 8 16 28 کلمه از یاد کردن ممکن است. خب کلمه ها رو یک بار دیگه تکرار میکنیم. خب araba, bebek کودک، cetvel, çanta, deniz, elma, fındık, göz, halı, lahana, inek, jeton, köpek, limon, merdiven, nar, otobüs, ördek, portakal, radyo, saat, şemsiye, tavuk, uçak, üzüm, vazo, yıldız, زرافه. خوب دوستان میگذاریم به مشق دومی. مرحبا، جواب بونه او کیم. خب مرحبا سلام گفتیم. bu şu o kim ne bunlar şunlar onlar burası şurası orası. خب اینها این وای آن
اینجا آنجا با زبان تاجیکی همون عباره ها هستن. خب این کلمه ها هستن گویم. خب بو یعنی این، یعنی شما هنگامی که یگون کس را اشاره میکنید مثال همین باشد. من در اینجا میگم این یعنی بو. بو شو کم دورتر، بو کم با شما چیزی که با شما نزدیکتر است شو باشد، یگان چیزی که کمتر از شما دورتر است شو راست یا شو. او یعنی وای برای مرد و برای زن گفتن ممکن است او. کیم یعنی کی. نه یعنی چی. بونلر یعنی اینها. شونلر یعنی بونلر اینها. شونلر باشد این هم به مثلی یعنی همینها، اینها و همینها گویم. خب آنلر باشد آنها. دوستان عزیز خیلی که نه بو هست، بو برای یک تا هست، بونلر باشد برای بسیار، یعنی لر پسایند لر وقتی که با کلمه همراه کردیم یعنی طرز بسیاری او رو میفهمند. بونلر، شونلر، آنلر یعنی آنها، burası یعنی اینجا، burası اینجا، şurası یعنی burası همون جایی که به شما نزدیک است. şurası کم از شما جای دورتر اشارت میدهد بعد نشان میده. şurası گفته یک چیز رو، یعنی مثلا من به شما میگم مغازه در کجا است یا که مغازه چی طور هستم، مغازه علی بابا در کجا است گفتم شما میگید şurası یعنی همینجا، همینجا یعنی جای نزدیک تر است و شما اون رو اشارت میدید. خب orası باشد کم دورتر از شما. şurası همون چیزی که به شما خیلی نزدیک است، گویم در بین 2 دقیقه رفتن ممکن است، اما orası باشد کم دورتر یعنی به 5 دقیقه گویم orası. خب در اینجا سوال ها هستن. bu ne یعنی این چیست، این چی یعنی bu این گفتم bu. چی یعنی نه. bu ne bu kalem. این چیست این قلم است. o kim یعنی o vay گفتن برای زن و مرد. kim یعنی کیست. o kim o öğretmen. o yani vay muallim. Burası neresi? اینجا burası اینجا gujost. Burası yani اینجا gujost neresi? Burası sınıf. اینجا burası sınıf. اینجا sınıf است yani klas. Bunlar kim? Yani اینها کی هستن؟ اینها کی هستن؟ öğrenciler. Bunlar öğrenciler. Yani اینها kim هستن؟ اینها yani öğrenci yani talebe هستن. Khub hazırlık çalışması. Resimlere bakalım. Kelimeleri numaralarla eşleştirelim. با رسم ها نگاه میکنیم و کلمه ها رو با رقم ها مقایسه میکنیم. خب یک چیز این قلم. خب در اینجا قلم رو میبینیم یک میمونه. خب دویم باشد چی بود این در بالا گفتم؟ دو جتول. خب دو. سه باشد چیز این چیز خریطه. خیلی نه. خب خریطه رو میبینیم. 4 باشد چیز در بالا گفته بودم این چیست یعنی تحته. خب 5 باشد این چیست پرگل. من بعد خمون سرکل میگم پرگل. 5 این چیست این کالکولاتور هست. خب حساب ماکینesi. حساب یعنی حساب. ماکینه باشد ماشینه حساب کنی بگیم. ماشینه حساب کنی با تاجیکی بفکرم ماشینه حساب کنی گفتن کالکولاتور رو. خب این چیست این استکان است یعنی فنجان هست. با تاجیکی ما فنجان نیز میگیم. فنجان حرف. 8 باشد کامپیوتر. در بالا قید کرده بودیم کامپیوتر. چیست کامپیوتر؟ bilgisayar. خب 9 باشد این چیز این دفتر هست. خب 9 رو میگذاریم. خب در اینجا چیست این چانتا کتاب نیست elma نیست این چیست. خب کی باشد این ساعت نیست این چیست این از راست من نفهمیدم که چیست. کتاب
این دفتر است و کتاب است. خب این رو میگذارم. 11 این چیز چانتا. خب 11 چانتا. 12 ساعت. 12. 13 elma. خب 13 سه گفتیم. این 12 این 10 رقم 10 کتاب است و فکر می‌کنم در اینجا کتاب نیست بجزی. خب این کتاب بگیم. این کتاب هست خیلی بس طرف درازی مونده است. برای این 10 میگیم کتاب. خب دوستان یک بار میخونم. چانتا، elma, kitap, kalem, bilgisayar, fincan, cetvel, hesap makinesi, defter, tahta, harita, pergel, saat. خوب دوستان عزیز، برای که به درس ها شتابت، درس ها رو کلمه هایی که در درس میگذاریم اونها رو باید از یاد کنید که در یادتون بمونه، چرا که هر درسی نو ما کلمه های زیاد میگذاریم. اگر آنها رو از یاد نکنین خب در درس های آینده عذاب مشکلی کشیدن تا ممکن است. برای همین هر یک بعد از هر یک درس از شما خواهش همین است که کلمه ها رو از یاد کنید. خب این درس های آسان است، آیسته آیسته این مشکل شدنش ممکن است، کلمه های زیاد و متن ها می آیند. برای همین از اول از یاد کرده روید، کار شما نیز آسان می شود. خب دوستان مشق دوم چی گفته است؟ رسملere tekrar bakalım. Yani به رسم ها tekrar نگاه کنیم. Bir numara söyleyelim. Arkadaşımız eşyanın adını söylesin. Yani diyor ki به رسم ها تکرار نگاه کرده، یک رقم میگوید، در این رقم ها دوستمون باشد نام اشیا رو بگوید. یعنی ما یک رقم، من مثال میگم رقم 11، شما این رو باید تلفظ کنید. مثال من رقم 11 گفتم، دوست من چی میگه؟ چانتا. و اینجا نگاه نکرده. خب یک رقم دیگر میگم 5 چیست؟ پرگل. آخرین. خب اینها رو میتونید خودتون برای در معاینه‌تون نوشتنش تکرار کنید. خب اوکوما یعنی خواندن. خوب ایزه بنویستم. خواندن. اوکوما. sınıf yani sinif. Sinif. خب اونه در اینجا است. چه کنید اینجا او کلیما، یعنی اونه یعنی از اینجا دورتر است، از ما دور. اونه او کلیما یعنی او کاندیسیونر است. او تحته مı؟ وای تحته است، یعنی اشارت رو میبینید. او تحته است. سوال داده است. او تحته است. او تحته mı? Evet. بله. او تحته. وای تحته است. خوب نزدیکی باشید. کجا آمده؟ خوب اینجا بود. Onlar kim? Yani اینها رو نشان داده است. Onlar öğrenci. Yani اینها کی هستن؟ Onlar kim? Onlar öğrenci. خب باز چی است؟ Onlar ne? Onlar ne? اینها رو نشان داده است. Kitaplar. کتاب اگر کتاب میبود کتاب میگفت. از سبب کتاب های زیاد است در اینجا. kitaplar. Onlar ne? بak soru نیست، با طرز جمع است. یعنی o ne نگفته است، onlar ne؟ یعنی آنها چی هستند؟ آنها کتاب هستند. بak şu ne؟ همون در پیش است. şu ne؟ şu bilgisayar. yani این چیز؟ این کامپیوتر است. خب şu ne؟ یک تا است. şu ne؟ şu ne؟ şunlar نگفته است. şu yani یک تا است و نزدیکتر است. şu kitap. bu kitap yani şu kitap. خب şu ne؟ نشان داده است. yani در اینجا کلم هست، ما نمیبینیم. خب şu ne؟ در اینجا کلم هست. şu ne؟ bu کلم. bak şu ne؟ bu کلم. یک آدم مثال گفته است şu ne؟ این گفته است که bu کلم. دیدید چه هم شو و هم بو را در این جمله استفاده کرده است. bu kalem mi؟ در اینجا نشان داده است. دفتر رو نشان داده. میگه این کلم است. bu kalem mi؟ hayır. ne؟ bu kalem değil. yani ne؟ این kalem نیست. değil yani نیست. bu yani این kalem نیست. bu defter.
این چی است؟ این دفتر است. بو دفتر. این را نشان داده است. قطار را نشان داده است. بو نه و میز نیست. بو سره یعنی این وای است. سره گفته مثال نوبت با ترکی مثال پرتها در صنف‌های موقع رد برد ریاد یعنی ریاد این ریاد گفته یعنی سره بو سره. خوب دوام میدیم. دل bilgisi. خوب دوستان در اینجا گراماتیک رو در درس آینده آغاز می نمایم. این درس خیلی زیاد شد 20 دقیقه شد. خوب در درس آینده دل bilgisi یعنی گراماتیک یعنی قاعده های زبان رو خواهیم آغاز کرد. خوب چقدر که یعنی تا حاضر ما چیزها رو الدرش گذاشتیم یعنی تماما زبان ترکی رو بعضی از کلمه هایش رو و چطور جمله ساختن و دیالوگ ها رو گذاشتیم. در درس آینده الان ما شروع می نمایم به قاعده های زبان یعنی به گراماتیک زبان ترکی. خوب این درس رو در اینجا خاتمه میبندیم. خوب دوستان عزیز خدا نگهبانتان. Teşekkür ziyad. Bir dahaki derste görüşürüz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Khub, Khudahafiz dostan aziz.